خب برادران، دو حدیث دیگر باقی ماندگی است. این حدیث ها رو میخوانیم، با همین کتاب ایمان صحیح بخاری رو به آخر میرسانیم. میتوانید از ابتدایش از حدیث رقمی 8 تا حدیث رقمی 58، از حدیث رقمی بله از حدیث رقمی 8 تا حدیث 58، یعنی که 51 حدیث در کتاب ایمان امام بخاری روایت کردن. غیر از این 51 حدیثی که با اسناد آوردن، با 10 ها حدیث است همچون معلق تعلیقا ذکر کردن و اینچنین 10 ها آثار صحابه های تابعین است و 10 ها آیت را در همین کتاب امام بخاری آوردن، تفسیر کردن، ترجمه کردن، ما شرح دادیم. امام بخاری رحمت الله علیه گفتند که باب قول النبی صلی الله علیه و سلم الدین والنصیحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم وقوله تعالی اذا نصحوا لله ورسوله. باب آیه قول پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که دین نصیحت است. این حدیث امام بخاری در صحیح بخاری با سندش روایت نکردن، این حدیث در صحیح مسلم است، لیکن امام بخاری در بابشان آوردن. امام بخاری بعضی حدیثایی که در طبق شرطشان نیست نخواستند که در داخل صحیح بخاری و روایت کنند، لیکن از سبب مهم بودنش در بابها به همون حدیثها اشاره کردگی هستند، تا اینکه کسی بیاید مانند حافظ ابن حجر، حافظ ابن رجب، اگر الله تعالی برایش عمر میداد، حافظ ابن حجر در 20 مجلد فتح الباری شرح دادن صحیح بخاری را. در مدت 25 سال، 4 عمر، 4 عصر، در مدت 25 سال صحیح بخاری را حافظ ابن حجر شرح دادن. ما کتاب بدء الوحی سال 2010 شروع کرده بودیم، صحیح بخاری شرحش در مسجد عربای شهری کنی بودم. کتاب ایمان در استانبول بودیم، سال 2021 شروع کرده بودیم. سبحان الله، این نه 2025 کتاب ایمان تمام کنیم. خیلی در این بین ما کتابی چیه تمام کردیم، کتابی قربانی را تمام کردیم، از کتابی روزه خیلی شرح دادیم، از دیگر جاهای صحیح بخاری تفسیر و شرح کردیم، یعنی در مابین دیگه کتابا در آمد. لیکن کتاب ایمان در همین 2025 آخرش من تمام شده ایستاده است و الله تعالی برای ما عمر دهد که این کتاب شرح داده توانیم. حافظ ابن حجر در مدت 25 سال در 20 مجلد تفسیر کردن، شرح دادن. حافظ ابن رجب از حافظ ابن حجر پیشتر شروع کرده بودن. نامش فتح الباری موندگی آدم اصلا ابن رجب است. اون آدم 11 مجلد شرح دادن تا کتاب جنازه. با همین حال کتاب ایمان نصفش نیست، کتاب علم نیست، کتاب طهارت نیست، کتاب غسل است، یعنی مفقود. شرح دادگی هستن و مفقود، گم، چاپ شدگی نیست حاضر. هر چی یافتن چاپ کردن. مثلا کتابی بدء الوحی است، کتابی ایمان یک قسمتش است، همین که کتابی غسل است، کتابی نماز است، تا کتابی جنایز 11 مجلد. یعنی این قدری کتابه 11 مجلد، اگر پر میکردم ممکن 100 مجلد میشه. نامش فتح الباری بود. بعد حافظ ابن حجر، بعد حافظ ابن رجب به دنیا آمدند. بعد همین یعنی که لایحه ناپره ابن رجب حنبلی را حافظ ابن حجر شافعی شروع کردن و پره کردن، در مدت 25 سال پره کردن. به هر حال برادرای عزیز، به این کتاب اهمیت دهید. این کتابی اصلی مسلمان ها هست بعد قرآن کریم. گفتن که باب درباره قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که الدین و النصیحت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که دین نصیحت است. یعنی چی معنی دین نصیحت است؟ یعنی اکثری عبادت های دین، اکثری دین این نصیحت است. یک معناش معظم الدین النصیحه، اکثری دین نصیحت است. این یک معناش. چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن الحج عرفه، حج عرفه هست. حج فقط عرفه نیست، حج یک دنیا عمل ها دارد، لیکن
اساس و رکن رقم یکی حج این عرفه است. دین این نصیحت است. این یک معناش خیلی که حافظ ابن حجر ذکر کردن. سیندی حنفی در شرح صحیح بخاری میگن که نصیحت به معنای الخلوص و عن الغش، خالصیت از افلاسی و از جمله توبه نصوح. توبه نصوح، کسی که اگر توبه نصوح کند گناهاش بخشیده میشد. معنای نصوح دوختن است گفتن. اگر مثلا یک عضوی آدم دارد، پوستش دارد، همونجا اگر ما دوزیم یعنی ما نصحته، نصیحت کردیم. معنای نصیحت همین است، یعنی کمبودیش مکمل کردیم. حتی لباس هم اگر لباس دریده باشد یا جایش، همون ما اگر گرفته دوزیم ما به نصیحت کردیم. آدمی که گناه کرد دینش کفانید، دینش رخنه کرد. وقتی که توبه کند گویا دوخت اونجا رو. وقتی که ما آدم نصیحت میکنیم همون جای دریدگیش گویا دوختیم، کمبودیش گویا مکمل کردیم. نصیحت به همین معنا. دین نصیحت است، یعنی حق دیگرها رو دادن. قالوا لمن یا رسول الله، گفتن که یا رسول این نصیحت برای کی هست؟ صحابه سوال دادن، گفتن که لله ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمین و عامتهم. نصیحت برای الله است، نصیحت برای کتابهاش است، نصیحت برای پیغمبرانش است، نصیحت به پیشوایان مسلمان ها و برای عموم مسلمان هاست. گفتن این حدیث را بعض علما مانند ابو داوود، توسی رحمت الله علیه، اینا میگفتن که چاریک دین است. و بعض علما میگفتن که این حدیث نه فقط چاریک دین است بلکه دین است. این حدیث تمامی یعنی جنبه های دین رو در بر میگیرد. حق الله تعالی، ایمان آوردن به او، تصدیق کردن سخنهایش، اطاعت کردن فرمانهایش، باز ایستادن از منکرده هایش، ایمان آوردن به غیب هایی که خبر داده است الله تعالی و الله تعالی رو بزرگ شماریدن. این حق الله تعالی است. لله و لکتابه، برای کتاب های الله تعالی ایمان آوردن به کتاب هاش، باور کردن به غیب هایی که در آن کتاب ها خبر داده شده است مثل قرآن کریم، و اطاعت کردن فرمان های قرآن، باز ایستادن از نهی کرده های قرآن، تعظیم و بزرگداشت قرآن، قرائت کردن و با تجوید تلاوت کردن و فهمیدن معنایش، عمل کردن به آن، تعلیم دادن قرآن و تعلیم گرفتن، این حق قرآن است. لله و لکتابه و لرسوله، و پیغمبرانش، حق پیغمبرها را ادا کردن، ایمان آوردن به آنها، بزرگ شماریدن آنها، تصدیق کردن آنها در خبرهایشان، اطاعت کردن آنها در فرمانهایشان، باز ایستادن از منکرده هایشان، نصرت دادن آنها، قوت دادن آنها، دفاع از آنها. وقتی کسی با زبانی بد، با دهانی پلیدش آب دهان خود را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرساند، باید دفاع از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این حق پیغمبر است. لله و لکتابه و لرسوله و لائمة المسلمین، به پیشواهای مسلمان ها. پیشواهای مسلمان ها عالمان و امیران. امیر مسلمان ها مانند حضرت ابوبکر، مانند حضرت عمر، مانند حضرت عثمان، مانند حضرت علی رضی الله عنهم اجمعین، و آنهایی که در راهی همین بزرگان بودند، بر بالای مسلمان ها میری کردند. آن مسلمانان که میری کردند در امیری هم فقیری کردند. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که در مدینه بحران گوشت شد، به خودشان گوشت خوری را حرام کردند. گفتن که ای عمر گوشت نمیخوری تا مادامی که مردم مدینه با گوشت تامین نشود. بار از شکمشان آواز برآمد، گفتن که قرقر اولاد و قرقر، خواه قرقر کنی خواه قرقر نکنی نمیخوری تا مادامی که فرزندای مسلمان ها از گوشت سیر نشوند. تا مسلمان ها از گوشت سیر نشوند من گوشت نمیخورم. گفتن آن مسلمانان که میری کردند
در امیری هم فقیری کردن. ما وقتی که میگیم که با امیرای اطاعت کنیم، سلطانهای شاههای اطاعت کنیم، مراد سلطانهای مسلمانان را. گوش نمیخوردن تا مادامی که مردم سیر نشود. یا لباس داشتن برابری همین مردم، از مردم زیادتی نداشتن، حق مردم نمیخوردن. مراد شریعت اونها هست. خب حق امیرها و علما رو دادن. چی حق آنها هست؟ اطاعت کردن، مادامی که به کار خیر امر میکنن، به فایده اسلام، به فایده مسلمان ها باشد اطاعت کردن، در زیر چارچوبه شریعت باشد اطاعت کردن. و علما اینا امام های مسلمان ها، پیشواهای مسلمان ها هستند. با آنها اگر گذشته باشند ترحم، رحمت فرستاندن، چاپ کردن کتابهایشان، نشر کردن کتابهایشان، نشر کردن علم آنها، به دیگرها رسانیدن علم استاد. با این طریقه ما حق آنها را ادا میکنیم. با نیکی ذکر کردن، اگرچه فتواهای خطا دادن، این دلالت میکند که کسی در این دنیا غیر الله تعالی از گناه و از خطا پاک نیست، لیکن آنها به خطاهاشون ثواب میگیرند. در حق آنها گمانی نیک کردن، به نیکی یاد آوردن. و علماء السلف من السابقین و من بعدهم من التابعین اهل الخیر والنظر و اهل الفقه والاثر لا يذكرون الا بالجمیل فمن ذكرهم بسوء فهو على غیر السبیل. امام طحاوی عقیده امام اعظم و شاگردانشان ابو یوسف قاضی رحمت الله علیه و محمد ابن حسن را نقل کرده، گفتند که عقیده ما چنین است. علمای گذشتگان از صحابگان و تابعین و آنهایی که به آنها پیروی کردند، از اهل حدیث و اهل اثر و اهل فقه و اهل نظر، خواه فقها باشند خواه محدثین باشند، لا یذکرون الا بالجمیل، علما را فقط با نیکی یاد آوردن. کسی که آنها را به بدی ذکر کند، گذشتگان مسلمان و علمای مسلمان را به بدی ذکر کند، فهو علی غیر السبیل، او در غیر راه مسلمان است، او در راه راست نیست، او گمراه است. و ابن عساکر گفتند که گوشت علما زهرآلود است و عادت الله تعالی در تحقیر کنندگان علما معلوم است. گفتند بنابراین حق آنها را به نیکی یاد میکنیم. امام بخاری رحمت الله علیه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام ترمذی رحمت الله علیه، نامهای آنها را به نیکی یاد میکنیم. در حق علما زبان خود را نگاه میداریم، علم آنها را نشر میکنیم، فتواهای آنها را نقل میکنیم، کتابهایشان را ترجمه میکنیم، چاپ میکنیم، تعلیم میدهیم، تعلیم میگیریم. این حق علما هست. و عامتهم، عموم مسلمان ها، حق مسلمان ها را به جا آوردن، سلام دهد علیه گرفتن، وقتی که بیمار شد عیادت کردن، وقتی که نصیحت طلب کرد، و اذا استنصحک فانصح له، اگر نصیحت طلب کند نصیحت کردن، و اذا مات فاتبعه، اگر وفات کند به جنازش اشتراک کن، و اذا دعاک فاتبعه، اگر به محفل خیر تکلیف کند اجابت کن، اجابتی دعوت کن. حق مسلمان ها را به جا آوردن، در حقشان دعا کردن. اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. ای الله، مسلمان ها را مغفرت کن، زنهای آنها، مردهای آنها، و مؤمن ها را، مردهای آنها و زنهای آنها، چه گذشتگانشان چه آنهایی که الان در روی زمین زندگی دارند، آنها را مغفرت کن. به عددی مسلمان ها ثواب میگیرید. به بیماران آنها شفا ده، محبوسان آنها را آزاد کن. به آنهایی که به سرشان بیماری و مصیبت و مشکلی ها آمده است، رهایی از بلا، از قرض، از مشکل، در حق مسلمان دعا کردن. و به کمبغلی آنها صدقه و نفقه کردن، و ظالمی آنها را از دستش گرفتن تا اینکه ظلم نکند، مظلوم های آنها را دستگیری کردن، پیش راهی آنها را گرفتن که کسی به آنها ظلم نکند، حق مسلمان ها را ادا کردن. این نصیحت برای مردم عامی هست. نصیحت به الله، به رسولش، به کتابهاش، به پیغمبرانش، به علمای اسلام، پیشوایان دین اسلام، و به مردم عامی. یعنی حق همه را باید ادا کرد. بعد از آن گفتن که و قول الله تعالی که اذا نصحوا لله و رسوله، به شرطی که
نصیحت کنند به الله و رسولش، یعنی وظیفه خود را نسبت الله و رسولش اجرا کنند. بعد از آن حدیث 57 را روایت کرده گفتند که حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن اسماعیل قال حدثني قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد الله رضی الله عنه قال بايعت رسول الله صلی الله علیه وسلم على اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و النصح لكل مسلم. حضرت جریر ابن عبدالله رضی الله عنه گفتند که من با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردم، یعنی عهد و پیمان دادم، هم با دست هم با زبان. عهد و پیمان دادم برای اقامت نماز، برپا داشتن نماز، یعنی نمازها رو در وقتش ادا میکنم. و ایتاء الزکات، برای ادا کردن زکات، دادن زکات. و نصح لکل مسلم، نصیحت کردن برای هر یک مسلمان، یعنی برای ادای هر یک مسلمان، حق هر یک مسلمان من عهد کردم. ببینید امام بخاری این حدیث را در کتاب ایمان ذکر کردن که از جمله عملهایی که به ایمان بنده دلالت میکند و از ایمان بنده هست این نصیحت کردن برای هر یک مسلمان است. و حدیث 58 هم از خود جریر ابن عبدالله است، ولی در موضع دیگر همچون دلیل سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم را آوردن. اون حدیث را هم یک بار شرح میدیم. حدیث 58 امام بخاری الله تعالی رحمت کند گفتند که حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل. خب این حدیث عیناً حدیث جریر ابن عبدالله رضی الله عنه تابعین بزرگوار زیاد ابن علاقه میگوید که من شنیدم جریر ابن عبدالله را روزی که مغیره ابن شعبه از دنیا گذشت. مغیره ابن شعبه رضی الله عنه در کشور عراق در یکی از شهرهای آن امیر بودند. وقتی که از دنیا امیر گذشت، امیر شهر یعنی رئیس شهر از دنیا گذشت، حضرت جریر ابن عبدالله خستن از جاشون در وقت جنازه، گفتند که فحمید الله و اثنى علیه، به الله تعالی حمد و ثنا گفتند، ستایش الله تعالی کردند و گفتند که علیکم باتقاء الله وحده، شما از الله تعالی ترسید، یگانه از الله تعالی ترسید، وحده از یگانه الله تعالی ترسید، لا شریک له شریک ندارد، برای خود لازم گیرید تقوا را، ترس از الله تعالی را برای خود لازم گیرید، از الله تعالی ترس دید مردم. والوقار و السکینه، آرامی، وزنین شوید. مردم کمتر مردمی چی بودن؟ جنگره تر، غوغا، شورش بردارنده تر بودن. گفتن که کمتر وزنین را به خود لازم گیرید، آرام شوید. حتی یاتیکم امیر، تا امیری نو آمدنه. یه جنازه امیر است، امیری گذشته، از اگه خلیفه مسلمان ها حضرت معاویه امیری دیگر تعیین میکنن، تا آمدن امیری نو وزنین شوید. آدم ها در همین خیلی وقتا شورش میبردارن، یگان دادگویی میکنن، نافرمانی میکنن. برای همین نصیحت کردن مردم که کمتر وزنین شوید، برای خود تقوا را لازم گیرید تا آمدن امیر. فإنما یأتیکم الآن، و همین زمان میبیاد. این یک نوعی آرام کناندنی خلق، حاضر امیر میبیاد.
امیری نو. ثم قال، سپس گفتند که استغفروا لامیرکم، استعفوا لامیرکم، نسبت این امیری گذشتهتون عوف پرسید از الله تعالی. ای الله گناه امیر را، یعنی مغیره ابن شعبه صحابه، گناهش را عوف کن، گفته از الله تعالی طلب کنید. مردمی زیاد جمع شدیان در جنازه، دعای مسلمان ها قبول است. و فی دعاء الاموات منفعت و فی دعاء الاحیاء منفعت للاموات. امام طحاوی عقیده امام ابو حنیفه و شاگردانشان را نقل کرده، گفتند که و در دعای زنده ها برای گذشتگان فایده هست. زنده ها اگر مرده های مسلمانان را دعا کنند فایده میرسد، فایدتون به معید میرسد. بنابراین دیگه استعفوا لامیرکم، برای این امیرتون از الله تعالی عوف پرسید که الله تعالی گناه های این را عوف کند. فانه کان یحب العفو، او عوف را دوست می داشت. یعنی امیر یگان کس اگر خطا کند عوف میکرد، میبخشید. عوف کردن را دوست می داشت. الجزاء من جنس العمل، جزا از جنسی عمل میشد. بنابراین همچون اینکه همین آدم عوف کردن را دوست می داشت، بسیار آدم عوف کننده بود، ما هم باید در حقش از الله تعالی پرسیم که این را عوف کند. ثم قال اما بعد، سپس که اما بعد، فانی اتیت النبی صلی الله علیه و سلم، من روزی به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدم، گفتم که ابایعک علی الاسلام، یا رسول الله من شما رو بیعت میکنم برای اسلام. یعنی من بیعت میکنم، عهد و پیمان میدم که پایبند دین مقدس اسلام میشوم، دین مقدس اسلام رو محافظت میکنم، جان خود را بهر این دین مقدس میدهم، عمر خود را بهر خدمت این دین میبخشم. ابایعک علی الاسلام، یا رسول الله من شما همراهی شما بیعت میکنم برای خدمت دین اسلام. پیامبر صلی الله علیه و آله خوب شده است نگفتن. فشرط علیه، شرط ماندن برای من، شرط ماندن، گفتن که و نصح لکل مسلمین، برای هر یک مسلمان هم نصیحت میکنی، به شرطی که، به شرطی من با تو عهد میکنم که به هر یک مسلمان نصیحت میکنی. هر یک مسلمان دیدی که خطا کرد یا خطا نکندم نصیحت کن. مثلا دیدید بچه ها جمع شدیند یا در یک جای مردم وا خوردید، نصیحت کنید، نمازاتون در وقتش خوانید، دین در درجه اول مانید، اطاعت پدر و مادر کنید، مثلا نصیحت، اگرچه گناه ندیدید. به شرطی که گفتن هر یک مسلمان رو نصیحت میکنی. گفتن فبایعته علی هذا، به همین خاطر همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردم. و رب هذا المسجدی، قسم به پروردگار این مسجد. این دلالت می‌دهد که این جماعت در مسجد بودن، این جمع آمد برای جنازه در مسجد بود. این دلالت می‌دهد که در داخل مسجد جنازه خواندن اجازت است و در داخل مسجد جمع شوی درست است. گفتن که قسم به پروردگار این مسجد، اینی لناصح لکم، من برای شما نصیحتگر هستم، من برای شما نصیحتگر هستم. مرادی ما نصیحت بود و گفتیم، حوالت بر خدا کردیم و رفتیم. ثم استغفر، سپس به گناهشون استغفار پرسیدن و نزل، و نازل شدن. این دلالت میکند که در بالای منبر برآمد کردیم، چون که و نزل فرآمد گفت. از کجا فرآمد؟ یعنی از بالای منبر فرآمد. خب این حدیث را امام بخاری در کتاب ایمان آوردند، برای آنکه اسلام و ایمان مرادف است در نزد امام بخاری. مادامی که اسلام مرادف باشد، یا رسول الله من با شما بیعت میکنم به ایمان. گفتن که به شرطی که به هر یک مسلمان نصیحت میکنی. گفتن این رد به مرجعه ها که اونا میگفتن که فقط من لا اله الا الله محمد رسول الله گویی تمام، واردی بهش میشه، یگام عمل نکن. این رد به آنها است که پیامبر صلی الله علیه و اسلامش قبول نکردن تا مادامی که شرط قبول نکردن، که هر یک مسلمان نصیحت میکنی، امر معروف میکنی، نهی از منکر میکنی. این دلالت میکند که عمل از ایمان است. و امام بخاری الله تعالی رحمت و مغفرت کند، قبرهاشون پر نور و منور کند و در سرای آخرت همراهی ایشان، همراهی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، هم نشست و هم نفس شدن را نصیب روزی گرداند. کتاب ایمان را با ذکر 51 حدیث
از رسول الله صلی الله علیه و سلم با سندی صحیح ترین در دنیا برای ما و شما روایت کردند و در این کتاب اقرار کردند که ایمان قول و عمل است و ایمان زیاد می شود و کم می شود و گفتند که من همگی از 1080 نفر علم آموختم، همه آنها محدث بودند، ما منهم الا صاحب حدیث، هر یکی آنها صاحب حدیث بود، اهل حدیث بود. همه آنها میگفتند که الایمان و قول و عمل یزید و ینقص، ایمان قول و عمل است، زیاد می شود کم می شود. هر کسی که همین اعتقاد داشت من از آنها علم گرفتم و آنها 1080 نفر گفتند. الله تعالی از امام بخاری و از استادانشان و از تمام امام های مسلمان ها راضی شود و قبرشان را پر نور و منور گرداند و چه خیلی که کتاب ایمان را به خاتمه رسانیدیم، کتاب صحیح بخاری را هم به خاتمه رسانیدن را الله تعالی برای ما نصیب روزی گرداند. والله تعالی اعلم.